میگه به سرم زد که یه شب ناشناس امتحانش کنم. بازی خطرناکی بود اما به ریسکش میارزید. سلام شما؟ غریبه. خدا میکردم که دیگه پیامی نفرسته. آخه قرارمونی بود که ناشناسی وارد حریممون نشه. مجدد جواب داد میشه خودتون رو معرفی کنید؟ نوشت ساعتها برام گفت از تنهاییش، از گذشتش که پاک بود، از آدما نالید، از عشقای امروزی. گفت منتظره که یه دونه نابش سر راهش قرار بگیره. همون لحظه با شماره خودم پیام براش فرستادم، جواب نداد. برا غریبه اما حاضر بود جونشو بده. عجیب بود که دیگه خبری از شلوغی کارش نبود. عجیب بود که دیگه دستش هم بند نبود. عجیب بود، همه چیز عجیب بود. بعد از سالها منو با غریبه ای عوض کرد که خودم بودم. گاهی تو زندگیتون غریبه بشین. آدما گاهی غریبه ها رو به عشقشون ترجیح میدن. حالا شما بگید دخترها بیشتر خیانت میکنن یا پسرها؟